بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة های درس توحید برای کودکان امروز قسم سیوم رو شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو می آموزیم. پیامبر ما پیامبری هست که پیامبر آخر الزمان، پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم هستند. محمد پسر عبدالله، مادرشان آمینه، نسبشان محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم از قریش می باشند. در مکه مکرمه تولد شده و مدینه منوره هجرت می کنند. او آخرین و بهترین پیامبران به شمار می رود. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم دین اسلام را به ما رسانیده اند. ما را به کارهای نیک امر نمودند و از کارهای بد باز داشتند. خداوند در قرآن خبر داده می گوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. هر آینه برای شما پیامبر صلی الله علیه و سلم نمونه و پیشوای خوب فرستاندیم. سوره احزاب. دادران و خواهران، واجب است به ما که محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم را از محبت پدر و مادر و از دیگر اشخاص ها مقدم شماریم، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر داده میگویند لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. حدیث بخاری. پیامبر خبر داده میگویند ایمان هیچ کسی از شما کامل نمی گردد تا اینکه من در نزد او از پدر و مادر و از فرزندانش و از همه مردم محبوبتر باشم. پس مقصد از محبت و دوستداری پیامبر صلی الله علیه و سلم این پیروی و اطاعت کردن به آن صلی الله علیه و سلم می باشد. خداوند پیامبرمان را به سوی همه مردم فرستاده است تا که برایمان اسلام را بفهماند. اطاعت و فرمانبرداری و پیامبر صلی الله علیه و سلم واجب می باشد. خداوند در قرآن خبر داده می گوید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی هر چی را که پیامبر برایتان فرمان بدهد از آن پیروی نمایید و هر چیزی که شما را منع کند پس از آن باز ایستید. سوره حشر. پیامبر صلی الله علیه و سلم افضل ترین خلق می باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه زندگی کردند و در سن 40 سالگیشان پیامبر شدند و در مکه 13 سال به توحید مردم را دعوت کردند. بعد آن به مدینه هجرت نموده در آنجا 10 سال باقی شریعت اسلام را به مردم فهمانیدند و در سن 63 سالگی در مدینه منوره وفات میکنند. اللهم صل و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.